اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تحلیل عمر خویش را بشنوید. عزیزان و دوستان، عمر انسانیت چون آب است که روان است. اگر تخمینا عمر ما 70 سال باشد، پس ما 15 سال خویش را به کودکی بگذرانیم و 10 سال دیگرش را به خواب و غفلت گذرانیم و 20 سال دیگرش را در طلب مال دنیا گذرانیم. پس ما پروردگار خویش را کی وقت میابیم که عبادت کنیم؟ پس معلوم می شود که وقت مرگمان بجز حسرت و ندامت چیزی بیش نمیبریم. پس عزیزان دل، فرصت را غنیمت شمار و به قدر هر یک نفس خویش برس. حتی 30% عمر ما شاید در سایت های اینترنتی گذرد. اگر ما سایت های اینترنتی را به منفعت و فایده آور استفاده بریم، پس ما ضرر نمیبینیم، بلکه این خوب است. اما افسوس که بعضی جوانانی هستند که روزی دراز در سایت های اینترنتی به کارهای بیهوده مشغولند. بیایید تحلیل عادی میکنیم. اگر یک شبانه روز 24 ساعت باشد، پس این 24 ساعت 1440 دقیقه را تشکیل می شود. افسوس که بعضی جوانان ما از همین 1440 دقیقه اقلاً 5 دقیقه را برای ادای نماز جدا نمی کنند. آیا این زیان و یا ظلم و یا که جبر در جان خود نیست؟ دوستان، این کارها در نظر ما عادی می تابند. پس برای همین اهمیت نمی دهیم و بی‌پروایی می کنیم. اما یک روز در رو برای آینه موی سر خود را سفید می بینیم که دیگر عمر رفته بر نمی گردد و وقت داور زندگی و داور عمر شماست. پس وقت را غنیمت دانید. حتی ما یک عادت بد داریم که وقت خود را بیهوده صرف می کنیم، اما یک کتاب یا قرآن را صبر خواندن نداریم. سعدی بزرگوار گفتند: بیا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که برباد رفت. زی 50 درم 5 اگر کم شود، دلت ریش سر 5 غم شود. چون 50 سال برون شد از زی دست، غنیمت شما 5 روزه که هست. البته اگر از کیسه ما 5 سامانی کم شود، در حال در فکر میزنیم و غمگین میشویم. اما از عمر ما 30-40 سال بیهوده میگذرد، پروا نداریم. عمر انسان عزیز است، عزیزش دانید. تو به این آب و عدو گوهر ایمان نفروش. شاعر میگوید: ای مردم، به قدر عمر خویش برسید. عمر خویش را از دست مدهید. پس برای همین از مکر شیطان دور شوید و به قدر عمر خویش برسید. عزیزان دل، باقی